فکر کن یه عاملی توی خونت هست و هر شب هم اتفاقا باش میخوابی و این باعث میشه که صورتت غیر قرینه بشه، چروکای یه طرف صورتت بیشتر بشن، صورتت جوش بزنه و خیلی اتفاقای بد دیگه برات بیفته. اون عامل چیه؟ با هم بررسیش میکنیم. من دکتر خیراللهی ام، پزشک زیبایی و قراره که مسائل زیبایی رو خیلی عمقی‌تر و جذاب‌تر با هم بررسیش کنیم. سابسکرایب هم کن برای دیدن ویدیوهای فوق‌العاده بعدی. خیلی از مراجعین که پیش من میان با یک نگاه توی صورتشون بررسی میکنن و بهشون میگم که شبها عادت داری به کدوم طرف صورتت بخوابی. بهشون میگم که سمت چپ میخوابی، میگه آره دکتر از کجا فهمیدین؟ و این یه راز ساده داره، خوابیدن روی بالشت یا پیلو ایفکت. بالش میتونه اثر خیلی بدی روی صورت افراد بذاره. این یه چیز ساده است، یه عادت ساده حساب میشه ولی اثرات عمقی داره. به چه نحو؟ تصور کنید که وزن سر ما تقریبا 5 کیلوگرمه و اگر ما توی عمرمون 8 ساعت هر شب بخوابیم و یک عمر 30 ساله داشته باشیم به طور میانگین، ما 10 سال از عمرمون رو به یک طرف صورت میخوابیم. حالا یه فردی که 50 سالشه تقریبا 17 سال از عمرش رو به یک طرف صورتش خوابیده. بافت صورت بافت همبند و نرمیه و وقتی که این فشار توی طولانی مدت روی صورت میاد، اتفاقی که میفته مثل این صحنه‌هایی که دارین میبینین میشه. فشار روی صورت زیاده، 8 ساعت مداوم فشار روی صورت هست و این خطوط روی صورت میفته. شاید در ابتدا بی اهمیت به نظر بیاد ولی در گذر زمان میتونه این غیر قرینگی ها رو روی صورت ایجاد بکنه. این موضوعی که بهش اشاره کردم یک موضوع اثبات شده به نام پیلو ایفکت. غیر قرینگی در دو طرف صورت، خط خنده عمیق تر در یک سمت، چروک‌های دور چشم بیشتر در یک سمتی که روش میخوابین و پف زیر چشم بیشتر در سمتی که روش میخوابین و جوش‌های بیشتر به دنبال خوابیدن روی بالش ایجاد میشه. حالا موضوع جایی جذاب‌تر میشه که بفهمیم روبالشی ما همچین هم موجود تمیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی روبالشتی اگر یک هفته شسته نشه تقریباً 2 برابر توالت روش باکتری وجود داره. 3 میلیون واحد باکتریایی روی روبالشتیت میتونه وجود داشته باشه. چه دلیلی داره؟ چرا این همه باکتری باید روی بالش وجود داشته باشه؟ اصلا یه آمار ترسناکیه که ارائه دادن که ما رو بترسونن یا واقعیه؟ تصور کن که هر شب میری روی صورتت میخوابی و این سلول‌های مرده پوستی به روی بالشتی انتقال پیدا میکنه. از طرفی معمولا جنس روبالشتی داخلش پلاستیک داره که این هم بازی عامل کمک کننده برای رشد باکتری است. در طولانی مدت نه، اصلا در کوتاه مدت توی یک هفته 3 میلیون واحد باکتریایی روی بالش وجود داره و اگه عادت داری باز روی یک سمت صورتت بخوابی در طول شب این باکتریا به صورتت انتقال پیدا میکنن و اتفاقی که میفته این صحنه‌ایه که می‌بینید، جوش‌های بیشتر در یک سمت صورته. البته ممکنه در بعضی افراد که استعداد آکنه ندارن ایجاد نشه جوش‌ها، ولی یک عاملی که من همیشه توی کلینیک بررسی می‌کنم و مراجعه کنندم میپرسم، اونایی که شکایت دارن و میگن جوش زده یه طرف صورتمون، میگم که هورمونت بررسی شده؟ میگه بله. میگم که روتین پوستی رو رعایت می‌کنی؟ میگه بله. در نهایت میام ازش میپرسم که آیا روبالشتیت رو منظم میشوری؟ میگه نه. میگم به سمت چپ صورتت میخوابی؟ میگه آره. و سمت چپ صورتش تقریبا 10 برابر سمت راست جوش داره. یه عاملیه که میتونی بررسیش کنی اگه همه عوامل رو رد کردی و نتونستی جوشتو درمان کنی. سوالی که پیش میاد چی کار باید بکنم؟ حالا اثر بالش وجود داره ولی من عادت دارم به یک طرف صورتم بخوابم. چجوری میتونم این عادت رو اصلاح بکنم؟ یه ذره عمقی‌تر میخوام بشیم تو این قضیه. خوابیدن به یک سمت صورت معمولاً از ژنتیک ناشی میشه. یه بررسی انجام شده بود و دیده بودن که اگر پدر یا مادرتون عادت دارن که به یک سمت بخوابن به احتمال بالای 80% شما هم به اون سمت میخوابین. یه ذره تو دی ان ای هامون کد نویسی شده به چه سمتی بخوابیم. خیلی جالبه. ولی میشه این عادت رو تغییر داد چون اثرش مخربه واقعا. بهترین روشی که ما میتونیم بخوابیم و فشار به صورتمون نیاد حالت تاقبازه، به پشت خوابیدنه. بعضی افراد نمیتونن به این روش بخوابن، تاقباز نمیتونن بخوابن به علت بیماریایی که وجود داره، مثلا بیماری ستون فقرات دارن یا هر دلیل دیگه، بیماری قلبی دارن. ولی افرادی که میتونن به پشت بخوابن، به صورت تاقباز بخوابن، بهترین روش اینه که تاقباز بخوابن به پشت یا به روشی بخوابن که اگر قرار یک طرف هم بخوابن فشار به بافت صورت نیاد. من خیلی تحقیق کردم راجبش چون خودم هم این عادت رو دارم و خودم به سمت چپ میخوابم و خیلی سعی کردم که تاقباز بخوابم ولی خوابم که میبره
صبحا که بیدار میشم میبینم به سمت چپ خوابیدم و وقتی صبحا خودم رو بررسی میکنم میبینم که سمت چپ صورتم چروکای عمیق‌تری داره. خط خندم نمیدونم توی تصویر مشخصه یا نه، سمت چپ عمیق‌تره و خط پنجه گلاقه دور چشمم هم سمت چپ بیشتره. همینطور گودی چشمم توی سمت چپ بیشتره. البته اینا ظریفه ولی تو بلند مدت میتونه اثرات بیشتری داشته باشه. خیلی تحقیق کردم که چجوری میشه عادت خواب رو اصلاح کرد و اومدم چند تا روش رو بررسی کردم. یکی استفاده از بالش‌های طبیعیه که یک کرو یا انحنا داخلش داره. یکی استفاده از بالش‌های یو شیپه که پشت گردن میافته. عادت بعدی استفاده از درجه دار کردن تخته. عادت بعدی استفاده از روش گره است که روش جالبیه. توی ویدیو بعدیمون که قراره عادت خواب خودم رو اصلاح کنم و باهاتون به اشتراک بذارم کاملین رو بررسی میکنم و اومدم دیدم که کدوم روش بهتره. اگه دوست داری بدونی که کدوم روش میتونه کمک کننده باشه برای خواب یا اصلا میشه عادت خواب رو اصلاح کرد یا نه، میتونی ویدیو بعدیمو ببینی که کامل قراره روی خودم تستش کنم و ببینم که میتونم از سمت چپ به حالت تاق‌باز بخوابم یا نه و خواب راحتی داشته باشم. خیلی مهمه که خواب راحتی داشته باشیم، حتی از اثر پیلو هم مهمتره. در کل یک جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم خیلی مهمه که ما به عادت‌های کوچیک روزانمون آگاه باشیم و اگر میتونیم تغییری هر چند کوچیک ایجاد بکنیم منتظر اثر بلند مدت بزرگ باشیم. همونطور که آقای دارن هاردی هم توی کتاب اثر مرکب میگه نتایج بزرگ در اثر انباشت تغییرات کوچک در بلند مدت هستن و این اهمیت داره که به عادت‌های کوچیکمون آگاه باشیم. اگر میتونی عادت خوابتو اصلاح کن تا باز بخواب. اگه نمیتونی ویدیو بعدیمو ببین چون قراره که روی خودم تستش کنم و ببینم که میشه تا باز خوابید یا این فقط یه افسانه است. من دکتر خیراللهی ام، پزشک زیبایی و اینجا قراره موضوعات زیبایی رو یکم عمقی‌تر بررسیشون کنیم. مثلا چرا خانم‌ها دوست دارن که لب‌های درشتری داشته باشن و فیلر لب تزریق میکنن؟ آیا این جذابه یا دنیای مد و فشن داره اینو به ما تحمیل میکنه؟ یا یه موضوع جذاب دیگه که بررسی کردم تزریق‌های فیلرهای پوستی، تزریق ژل به صورت تو آینده تو طولانی مدت واسه افتادگی صورت میشه. آیا این حقیقت داره؟ صادقانه برات بررسیش کردم. حتما ویدیوها رو ببین که اطلاعات فوق‌العاده‌ای داشته باشی.